کارامون رو پیاپی شروع کنیم. بچه‌ها باید با رویه بازتر و قوی‌تر بیان واسه تجریف و جنگ رو بهتره کنن. حالا اون چیزی که به دوش ماست، حالا ما جنگیم، حالا میخواد امروز تموم شه، میخواد تموم نشه، یه تکلیفی که به دوش ماست. حالا ما کاری هم نمی‌کنیم جنگ که تموم شه، تکلیفی که به دوش ماست ما دارن ادا میکنیم. ما وظیفه‌مون اینه که بگیم آقا اون چیزی که به دوشمون، مسئولیتی که به دوشمونه، بگیم آقا راه رسم جنگ اینه، درد جنگ اینه، رنج جنگ اینه، جنگ مصیبت داره، جنگ زحمت داره، جنگ مشکلات داره. هیچ مسلمونی هم نیست که اگه مسلمان واقعی باشه بگه مسلمانی مشکلات نداره. چرا؟ همه اینا هست. ما اگه قرار باشه یه مسلمان مؤمن متدین از کار در بیان، باید دماغان این سختی‌ها صبر و استقامت داشته باشه. یعنی که امیدواریم که خدا همه ماها رو ارائه را هدایت کنه و یک لحظه ماها رو به خودمون وا نگذاره. تو همه جزاها باشه، همه سنگرها و رزمندگاه اسلام هم یاری کنه. ببخشید ما برات ساله یه پیامی واسه خوانده شهدا ندارید اقلا بشنون از یه فرد گردان؟ والا پیام ما به خانواده شهدا نمیتونیم رو بیان کنیم. ما تو حسینیه جمعاره هم رو به خانواده شهدا به دیدار امام میرن، امام تا به حال نشده که صحبت کنه. و این نشون دهنده اینه که انقدر خانواده شهدا بزرگ هستن و حق گردن ماها دارن و ماها نه قابل اون هستیم نه چیز اون. ولی خب به خاطر اینکه بچه ها در کنار ماها بودن، یعنی ماها و امثال ماها کسایی بودن که صداهای لحظه های آخرین شهدا رو شنیدن، حالا صدای یا حسینشون یا زهراشون و امثال اینها. اینه که شاید به خاطر مثلا ما چند جمله حرف بزن و نه به خاطر اینکه پیامی چیزی داشته باشه. و اینو میخوام بگیم که ای مادر شهدا، ای پدر شهدا و برادر خواهر که همسر شهدا که عزیزترین عزیزتون از دست دادید و جای خالی اونا همیشه داریم میبینید و به خاطر اسلام و به خاطر خدا بالاخره در مقابل این عزیز که در کنارتون نیست صبر و استقامتتون زیاده. اینه که این بچه هایی که بالاخره شهدایی که کنار ما بودن و ماها و سالها ماها با هم سر یه کاسه سر یه سفره تو یه سنگر تو همه مواقع تو دعا و تو نماز جماعت همه با هم بودیم و خیلی ماها با هم اون برادری و اخوت رو داشتیم. اینه که حالا ما شهدا در بغل شما مادران و پدران بزرگ شدن و همین شهدا بودن که در کنار ماها یا در بغل ماها جان دادن. همونطور که دل شماها سوخته دل ما هم همچنین سوخته و هیچ موقع جای اونها برای ما پر نمیشه مگر که با دعاهای شماها و با یاری شماها. اینه که ماها فقط میتونیم اینو به شما بگیم که میتونیم پیمان و میثاق اینو ببندیم که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونی که تو بدنمون داریم بتونیم ادامه دهنده راه اینا باشیم. خدا یاری بکنه. اینه که فقط ما میتونیم اینو بگیم. اگه شهدا در کنار شما جاتون خالیه، همچنین در کنار ماها و در سنگر ماها جاشون خالیه و هیچ موقع هیچ چیزی نمیتونه جای اونا رو بگیم. ما خاطرات داریم ازشون، ما حماسه ها داریم، ما شجاعت هاشون هنوز تو قلب هامون تو دلمون هست، از عبادت هاشون، از معنویت هاشون و از اون درس هایی که ازشون گرفتیم و اینها تحملش برای ماها که چندین سال و چندین ماها بودیم خیلی دلهای این بچه ها که باهاشون بودن شکسته و هیچ چیزی هم
نمیتونه جاشون رو پر کنه. ولی فقط اینو ما با هم دیگه قول داده بودیم که و به هم دیگه گفته بودیم تا آخرین لحظه خواهیم ایستاد و خواهیم انتقام شماها رو از دشمن مسیحا بگیریم و تا بتونیم اسلام رو سربلند و سرافراز کنیم. بعد از سالی ببخشید وقت زیاد گرفتیم تو این گرم و تو این منطقه. برادر بسیجو بچهای بسیجی رو تو 2-3 جمله میتونی تعریف کنی؟ شما خیلی با بسیجی ها برخورد داشتی و اینا، تو تعریف کن که بسیجی، آدم بسیجی چجوریه، صفتش چجوریه، چجور آدمایی هستن؟ ولی یه بسیجی همه شخصیت‌های مملکت ما تحلیل و تفسیرات روش داشتن و من خودم به شخصه که بخوام یه از یک بسیجی خوب تعریفی بکنیم، خب بسیجی خوب اون بچه‌هایی بودن که و هستن تو این جبهه ها و حقیقتا ثابت کردن که یک بسیجی شایسته‌ای هستن و اون بچه‌هایی که اون شهدایی که بودن و رفتن. یه بسیجی خوب کسی میتونه باشه که به حقیقت اسلام رو قبول کرده باشه و به حقیقت دنبال این مسئله رفته باشه. خب ما الان بسیجی مختلفی، ما بسیجی اینجا داریم الان، نه تنها مثلا 3 ساعت شب اینجا پست میده، بلکه میگه آقا بذار من 6 ساعت پست بدم و بلکه میگه آقا اگه کاری چیزی بود اولین نفر من باشم برم. ما میبینیم که این همه چی واسه این بسیجی حل شده و بسیجی خوب اینجا دارای خصوصیات اخلاقی و فکری. خب ما اینجا ببینیم تو این سرمایه یا تو گرما از اون شجاعتاش، از نمیدونم دعا و مناجاتاش، هم معنویتاش چجوری استفاده میکنه اینجا و چجوری متصل میکنه خودشو به خدا و چجوری توکل داره تو کاراش. ما موقعی که واسه کاری جایی میخوام بریم، انقدر این موضوع واسه بچه ها حل شده باشه، فقط مثلا که آقا بهشون میگی فلان کارو بکن. ما بسیجی که اینجا بریم با بسیجی که تو تهران هستن زمین تا آسمون فرق دارن. یه بسیجی خوب رو ما میتونیم اینجا به دست بیاریم. یه بسیجی خوب رو موقعی خوبه که ما اینجا بدونیم نه تنها از جونش گذشته، بلکه موقعی که پیام میده یا وصیت میده، با این وصیت میتونه انسانهای بیدار کنه و طرف خدا بکشونه. و ما ببینیم که امروزه این بسیجی که بازوی جمهوری اسلامی رو تشکیل میده و هر جا که میخواد بر علیه جمهوری اسلامی توطئه بشه یا هر جا جمهوری اسلامی بخواد بره سرنوشت چیزی رو عوض کنه، اولین نفر این بسیجه. و امیدواریم که این بسیجی‌های در یاد دل ما همیشه پیشتازان این جنگ ما، این انقلاب ما تو تمام دنیا باشه. ببخشید سالی وقتتون گرفتید، ببخشید بفرمید، مزاحمتون نمیشیم. یا علی مدد، خداحافظ شما، خداحافظ شما.
اصلا نباشید ها دو جعبه زمین دو جعبه ببین تقریبا 27 تا دو جعبه دادم بهتون بله دو جعبه بهتون دادم سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید حال شما خوب ان شاء الله سلامتی خیلی ممنون خوش اسمتون چی برادر منصور شهرستانی کارتون چیه اینجا تدارکات دسته ها خدا حفظتون خدا حفظ. خیرتونه. الان کجاییم ما ما الان سمت شاخ شمران سمت چپ شد خب با این بچه بسیجی ها صفاست دیگه ها بله صفاست که اینطور شدیم آجا آقایی حال شما خوب ان شاء الله سلامتی زنده باشه جان. حرفی پیامی واسه مردم چیزی پیامی واسه مردم دارم که بچه حزب الله یا امت حزب الله که تو تهران هستن جنگ تا پیروزی میگن بیان تیم مناطق بیان تیم جبهه ها اینجا بیان جنگ تا پیروزی پشت جبهه ها نیان جنگ تا پیروزی مسجد سنگر است سنگر اینجاست باید اینجا بیان ما کسایی داشتیم دوستی داشتن 4 تا بچه فلج داشته حالا شده تو جبهه ها اما کسایی بیدن 6 7 برادر حزب اللهی تو جبهه ها نیستن اینجاست خب بچه پاش هم بیان جبهه بله مشت محکم تو دهن صدام و آمریکا و نمیدونی شما کارتون اینه که به سنگر رو سر میزنی بچه چیزی نیاز داشته باشن با کاری از دست من یکی بر نمیاد خدا شاهده فقط به خاطر روحیه بچه ها بگم بخندم خودمون کوچیک کنیم واسه این بچه حزب اللهی که روحیه بگیرن بس سلام خدا هیچ حفظت کاری کنه از دست ما بر نمیاد خدا حفظت کنه حالا یکی از اون تیکه هایی که بچه روی پیدا میکنن میشه بگی بخورمت
خدا نگرت داره، خدا حفظت خدا کنه. خیرتون بده. شاکرتون قربانت. آقا مزاحم نمیشیم بفرمایید. یا علی مدید. دسته سه غذا. آقا صد از کون میتونم یکی 20 تا صفحه کرده. یک کلمه. دست یکی اینجا 20 تا صفحه. چند تا این کلا گرفتی؟ آره. 4 تا یک. حاضر جعبه‌تون رو 4 تا یک. 21 صفحه کردیم 50 و 10 تا اضافه شد درسته؟ ما 10 اضافه. آره نه 10 تا اضافه داده بودم غیر دو جعبه درسته؟ خب 2 4 6 8 10 12 13 مال شما بس سلام نامه تمام روح منی خوبی یا علی قربانت خدا حافظ قربانت یا علی نه خدا زندگی منو یا علی خدا حافظ خدا چی برده؟ این کجا میتونی فیلم رو ببینی؟ ایشالله اگر روشه تلویزیون ایشالله ماشالله 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 پیشمرگه والا روح منی خمینی روح منی خمینی برای سلامتی امام خمینی صلوات خط کن نهار اومده؟ سلام علیکم. سلام علیکم. شاکرین. یعطیکم العافیه. از شما من مالکم خودم میگم کافیه سفر دارم. شاکرتم قربانت مخلص. از این طرفا راهمون ختم کردیم. حالا شما خوبه ایشالله سلامتی خوبیم شما از الحمدلله بهتری. خدا حفظت کنه خدا حفظت کنه. ما اومدیم اینجا بخوریم و بخوریم. که بهمون میدن در خلاصه همه چی میدن پولی هم که نمیدن پولشو میدن. خب اخوی جان اومدیم سراغت حرف بزنید. ما داریم با من؟ بله لیلی زن بوده من این همه حرف بده لیلی صحبت خب سوالی چیزی هایی دارید بگید ما تا اونجا که بالاخره در رابطه با تدارکاتی که تماشا میگیره سلونی واسه مردم چه حرفی دارید؟ والا خدمت شما عرض کنم که برای مردم که دیگه ما حرفی به اون صورت نداریم ولی تمام حرفا رو امام عزیزمون زده و اتمام حجت کرده برای مردمی که پشت جبهه هستن. حالا چه اونایی که بالاخره درد این انقلاب رو میفهمن چه اونایی که هنوز به خط نیومدن و به هر حال نمیدونن که احساس نکردن که بعد از 9 سال جنگ که موقعیت ما الان به چه صورت هستش. الان باید وقتیه که جبهه ها رو بیان پر بکنن موقعیه که امام باید یاوری کنن تا با لطف خداوند متعال عملیات سلسله وار پیش بره و بتونیم انشاءالله موفقیت هایی داشته